صاحب استقلالی کشور برای شناخت و گرامیداشت میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک و حفظ و به منفعت جامعه امروزه استفاده نمودن آن شرایط‌های مساعد را فراهم آورد. قبل از همه حل و فصل این مسئله در پیام‌های پرزیدنت مملکت به مجلس عالی کشور مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته است. با شرافت غمخوری‌های دائمی رهبر دولت در یک مدت کوتاه در سمت آموزش و تحقیق میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک، مبلغ‌گذاری تحقیقات‌های باستانشناسی، احیا و ترمیم و تجدید سلسله یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی و معماری، آبادسازی مقبره و قلعه‌های قدیمه، برقرار نمودن نام‌های تاریخی و غیره کارهای نظررس اجرا شدند. در سیاست فرهنگی کشور، محافظت و برقرارسازی یادگاری و معماری‌های تاریخی و فرهنگی که از اجدادان گذشته ما میراث ماندند، ما را همیشه به خودشناسی و خودآگاهی ملی راهنمایی می‌کنند. در شرایط جهانشوی یکی از وظیفه‌های اساسی هر یک دولت حفظ اصالت ملی، زبان، فرهنگ از جمله یادگاری‌های تاریخی میباشد. حکومت کشور جهت رشد و نموی ساحه‌های فرهنگ و صنعت پیوسته توجه خاصه ظاهر نموده، اکثر آثارخانه‌ها، قصر و مرکزهای فرهنگی، قلعه و شهرهای باستانی، مقبره‌های شخصیت‌های تاریخی و عرفانی و دیگر میراث مادی و معنوی خلقمان را از نوسازی نمود. حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در رشد فرهنگ ملی و احیای دوباره جشن‌های ملی خیلی سهمی باسزا دارند. جهانی گردیدن جشن نوروز ما سال 2010، احیا گردیدن جشن‌های ملی تیرگان، مهرگان، صده از اقدام‌های نجیب پیشوای معظم ملت میباشد و خیلی که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قید نمودند، هر یک خلق و ملت باید فرهنگ خود را ارج گذارد و از همین لحاظ این پدیده های نوی فرهنگی که در ما با وجود آمدن، ما هر یک ساکنی تاجیکستان را وادار می نماید که برای جشن های ملی رشد و نموی آنها سهم باسزا گذاریم و برای آیندگان ما نیز به میراث گذاریم. در دوران استقلال کشور، آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که در دوام عصرها یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌کردند، از قبیل نوروز، مهرگان، صده، شش مقام، فلک و مانند اینها احیا گردیدند. با تلاش‌های پیوسته حکومت مملکت، قسمی از آنها از جمله شش مقام و نوروز، سومنک‌پزی به فهرست میراث غیرمادی یونسکو و شهر قدیمی سرزم به فهرست میراث مادی تشکیلات ذکر شده وارد گردیدند. مورد ذکر است که از روزهای اولی صاحب استقلالی مسئله حفظ و گرامیداشت و پیشنهاد و ثبت نام کردن یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان با فهرست‌های با نفوذ جهانی یکی از مسئله‌های کلیدی در سیاست فرهنگی پرزیدنت مملکت موقع استوار و اشغال می‌نماید. با اندیشه پیشوای ملت، هدف از تشبس‌های تاجیکستان در بخش فرهنگ در همکاری با نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد اید به فرهنگ، علم و معارف، تحکیم روند مکالمه اید به حفظ میراث فرهنگی، معرفی تاریخ قدیمی تاجیکان و فرهنگ باستانی و غنی ملت تاجیک می باشد. فرهنگ ملی در دوره صاحب استقلالی با شرافت سیاست دوربینانه پیشوای ملت از نو احیا گردید و امروز به عامل اساسی خودشناسی ملی جامعه تبدیل یافته است. این سیاست نه تنها برای حفظ ارزش‌های ملی بلکه برای معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مساعدت می‌کند.